به نام خالق روشنایی. ادیسون روزی از مدرسه به خانه بازگشت. در حالی که برگه‌ای در دست داشت به مادرش گفت: آموزگارم گفته فقط مادرت میخوام. مادر در حالی که اشک در چشمان داشت این گونه خواند: کودک شما یک نابغه است و این مدرسه برای او کوچک است. مسئولیت آموزش او را خود بر عهده بگیر. روزها گذشت و سالها گذشت و مادر ادیسون درگذشت. ادیسون که بزرگترین مخترع قرن بود، روزی در گنجه خانه مشغول مرور خاطراتش بود که ناگهان کاغذی در شکاف دیوار او را کنجکاو کرد. او را برداشت و باز کرد و خواند. این گونه نوشته بود: کودک شما کودن است. از فردا او را به مدرسه راه نمی‌دهید. ادیسون ساعتها گریست و در خاطراتش این چنین نوشت: توماس ادیسون کودک کودنی بود که توسط یک مادر قهرمان نابغه شد.